و سطح اینترنتی اعلان کردم که من حنفیم، ولی یک جمله میگم، حنفی زیر دیگ نیستم که ما برم زیر دیگ داخل شوم که امام ابو حنیفه راضی شود. حنفی قفل کشکدگر من نیستم که بخت و قسمت از قفل باز کنم. حنفی قبر پرست من نیستم که کمک از مرده بخوایم. حنفی به اصطلاح به هوا و حواس و خواهشات شخصی من نیستم. حنفی کتاب برداشت شخصیم مطابق به دلیل کتاب امام بزرگ. بنان این موقف ماست. میکشی اختیار داری، دار میزنی اختیار داری، انفجار میتی اختیار داری، او کاری خودی توست. بدون از یک کس به راسم اینمی عقیده ماست. 58 صفحه ابو حنیفه را باید شناخت کتابی دارم به دنیا نشر شده 5000 جلد. برو اندیشی مرا پیدا کو. بعد از این معذرت میخوایم که با مسائل جدی از مذهب نکش. ما به شما یک چند مثال میتونم. فاتحگیری که در جامعه تو امروز معمول است، فاتحگیری معمول که اعلانات میتی، جنرال متقاعد در کانادا صفت میکنی، افسر دیگه در انگلستان صفت میکنی، بعد از آن ملت‌ها را جمع میکنی، 100 چوکی را بیرون میمانی، مرددار مردم مراجعین قدم به قدم بالا میشه میشینه. با سطح دنیای اسلامی اگر در یک صفحه کتاب امام ابو حنیفه یافتی، عبدالقاهر به محضر آن دار بکش که دیگه ملت‌ها پند بگیرن علی مذهب توطئه نکنن. چرا؟ ما که میگم شریعت خب همین معنا، یه حرفی ما به کله کسی که خوش نمیخوره پرتو در شریعت که ما چی گفتیم و اگر ما نه گفتیم جرم ما چی است، باید ما چی سزا داده شوم. چرا ملت ها اما دین تابع خواهش و هوا و رواج خود کردن؟ اختصاص خیرات مردد به شب جمعه به 40 اگر 5 بچه داشت 35 روز بعد، اگر 6 داشت 34 روز بعد، در خیرات سالانه مخصوص عید رمضان و قربان. به سطح دنیا اگر در فقه امام ثابت بود مرا دار بکش که دیگه کس علی مذهب توهین نکنه. چرا این رقم میکنی؟ ولی از خدا نکو ملت ها را تباه نکو، برباد نکو، جبهه بندی جور نکو، تفریقه جور نکو، تنظیم از ملایی جور نکو. دین است، دین نخواهیشی توست نخواهیشی ما. دیگرگون شو، کتاب مطلب برس. این اندیشه را از خود بکش. برو کتاب بحر رائق از ما جلد 2 11 جلد صفحه 279 برو در داخل کتاب در به اصطلاح نفل خواندن در عید رمضان که جایز است یا نه، مو باب یک سایت ملا صاحب که جناب بحر چی میگوید؟ ولأن ذکر الله اذا قصد به التخصيص بوقت دون وقت او بشيء دون شيء لم يكن مشروعا حيث لم يرد الشرع به لانه خلاف المشروع. اختصاص از من تو نمیشه. نه ذکر خدا را اختصاص میتونی، نه خیراتش میتونی، نه صدقاتش میتونی. حدیث را جان خود میکشن اذا كان يوم الجمعه و يوم العيد و يوم شعبان و كذا و كذا و كذا يخرج ارواح المؤمنين من قبورهم ويقومون على ابواب بيوتهم ويقولون ارحموا علينا فإنا ونحن فقراء. وقتی که شب جمعه و برعت و عید و بلا شد، مرده ارواحشان میبراید، سر دروازه های خانه خانه ایستاد می شود و صدا می کند که به من رحم کن که محتاج هستم. برو اغلاط عوام اشرف علی طحانوی را، پیر طریقت، محدث، مفسر، حکیم الامه اشرف علی طحانوی را، حنفی، عالم مشهور جهان بشریت سید اغلاط العوام، این از عوام خود ساخته شده التور من التوان جور کرده است. میگه مولا میگه که توان ما توان داره بیلی تو نداره. کو عربیش التور من التوان، التورش فارسی است، من التوانش فارسی است، یک لام از سرش عربی جور کرده. از همین میفهمیم که دروغ است. اگه او را مولا میگفت عربی میگفت، تبر خو عربی فاس میگه، توان خو غرامت میگه، الفاظ و مغرم، الفاظ و مغروم یک چیز خو میگفت، میگه التور من التوان. از همین میفهمیم که دروغ است. پس او را در اغلاط العوام شامل کرده. عین شکل مفتی رفعت قاسمی رحمت الله علیه، دانشمند دیگری حنفی و در عین حال از جمله پیشتازان تزکیه و ارشاد و بیعت. چرا از جان خود صحبت میکنی؟ دین است. الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من قال ما شاء. اگر اسناد نباشه هر کس از جان خود عربی میگه، حدیث میگه، تو خود نمیشه. برادران امت اسلامی، در یک دکانی کچولو فروشی میری، در یک بازاری میری، در دکان میگردی، خانم در عروسی پشت کالا میره 3 روز در دکان میگرده، ولی پشت دینی چرا 4 دکان نمیگردی؟ هر چی که یافتی جلی و غیر جلیش، قلابیش، تاپی جلی و دلار جلی را جمع کرده میری که من پیسه دار هستم. بنان دیگرگون شو، دیگرگون امت اسلامی دیگرگون شو. والله رب الکعبه قسم، نه زمیندار هستم، نه مارکتدار هستم، نه دکاندار که با تو رقابت داشته باشم، نه در آینده تصمیم دارم که کاندید شوم تو با ما رأی بدی. باز معلوم میشه که من راست میگم یا دروغ. از برای نجات تو میگم، از برای سعادت تو میگم، از برای موفق شدن تو در دنیا و آخرت میگم و برای ادای مسئولیت خودم میگم. دیگر گون شو، کتاب مطلب برس. میایم در اصل مطلب
که آیه که خدمت شما اشاره کردم همین است. کتاب انزلناه الیک، سورة ابراهیم. هی هی صدا حیف، صدا حیف، هزارا حیف. همین قرآن باید یک آدم بشناسه. خود دل ما که میکفه به همین میکفه که قرآن در جای استفاده کردن که والله بالله که به اون نازل نشده. در هتل عروسی در فرق عروس بمون، بالا بگی داماد از زیرش تیر شود، نوشته که دبر سنگ موزاییک در سر قبر بان سگ میه پایش بالا میکنه، دبر آیت الکرسی ادرار میکنه. با چشمی سر با شاگردایم سر قبر رفتیم که سگ آمده دم سنگ ادرار میکنه، سعی میکنم که آیت الکرسی نوشته است. آیت الکرسی نوشته است، سگ پایش بلند کرده دبر شاشه میکنه. بسیار معذرت میخوایم که ما به عفت نشوم، کلامی به عفت نزنم. پس ملت ها چی میخواهند؟ میخواست استفاده از قرآن چی است؟ خودتان قضاوت کنین که میخواست چی است.